به نام یاد الله به همتا. درس امروز ما یخن پشت است و با من یسنا حمید به اکادمی دیار خوش آمدید. یخن پشت برش 3 اینچ و درازیش 2 اینچ است و قسمت گولیش 1 اینچ کار میکنیم و حالا میریم در روی تکه خط میکنیم. هنگامی که میخوایم یخن پشت را بدوزیم، اولا باید یخن پیشروی را دوخته باشیم، استر نموده باشیم، کوک انداخته باشیم و بعد از او سر شانه بالاتنی پیشروی با پشت سر وصل میکنیم و بعد از او یخن بالاتنه را 2 قاط میکنیم و بر یخن 3 اینچ و درازیش 2 اینچ اندازه میکنیم، 1 اینچ گولیش خط میکنیم. بعد از اینکه خط کردیم برش میکنیم و طبق یخنهای قبلی استر بر روی راسته میمانیم و یخن بالایش میگذاریم و از یک سر شانه شروع میکنیم یخن میدوزیم. بعد از سر شانه بعدی را میدوزیم و اول مهم است که باید قبل از اینکه ماشین کنیم ما از سر با یخن کوک بندازیم. بعد از اینکه کوک انداختیم از یک سر شانه آغاز میکنیم و تا سر شانه بعدی ماشین میکنیم و وقتی که در قسمت یخن میرسیم باید سوزن داخل تکه فرو ببریم و مکمل تکه را دور بدیم تا دوخت ما راست بیاید. این دوخت به نام زیر استر نمودن یخن یاد میشه. به خاطر از اینکه درس از یخن نبرایه ما قسم یخن پشت سر ماشین میکنیم. بعد از او استری را قیچی میکنیم، قسمت های اضافی تکه را دور میکنیم و یخن گام میزنیم. قسم که خوانده بودیم نوک قیچی را با نزدیک درز برابر میکنیم و گرد یخن با مسافه های کم قیچی میزنیم و بعد از او یخن استریش راسته میکنیم و دور هم نزدیک یخنه و هم دور یخنه کوک مندازیم و یخنه یک سود به طرف داخل کش میگیریم چون درزش از طرف راسته معلوم نشود. بعد از کوک اندازی یخنه از طرف چپه تر میکنیم و قسم اتو میکنیم که فشار اتو به طرف داخل باشه، یعنی یخن یک سوتی که طرف داخل قاط کرده بودیم و کش نموده بودیم او طرف راسته نره، هم از طرف چپه اتو میکنیم هم از طرف راسته و بعد از اینکه اتو خلاص شد کوک که نزدیک یخن است او را قیچی میزنیم و دور میکنیم و یخن ما با زیر استر کردن یخن پشت سر خاتمه پیدا میکنه. دوستان عزیز، ممنون از این که تا این دم با ما بودید. این بود درس امروزی تان. تا درس بعدی همه ایتان را به خداوند به همتا میسپارم و فراموش نکنید برای این که دروس بعدی را دریافت کنید یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید.